بولات نظرباєв، دادر پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظرباєв روز 13 نوامبر سال 2023 در سن 70 درگذشت. سخنگوی پرزیدنت سابق اویدوس اوقیبای با تصدیق این خبر در صحیفه‌اش در شبکه توییتر خبر داد که بولات ابیشویچ نظرباєv دادر پرزیدنت یکم جمهوری قزاقستان نورسلطان نظرباєv بعد بیماری طولانی در سن 70 از عالم چشم پوشید. از این قبل سامانه قزاقی ریتال کایزت با تکیه به منبعش خبر داده بود که بولات نظرباєv صبح 13 نوامبر به علت از تپش باز ماندن قلبش جان داده است. سال 2022 اطلاعی رسیده بود که در بدن بولات نظرباєv سرطان گلو را تشخیص کردند که همراه با فشار بلندی، ترومبوز و دیابت او را از پای افکند. ماه اوگوست سال 2022 یک بنیاد مربوط به نورسلطان نظرباєv حتی مجبور شد که رسما آوازه ها درباره مرگ بولات نظرباєv از بیماری سرطان گلو را رد کند. این آوازه ها در پی نشر یک ویدیو در رسانه ها نزدیک به مقامات پیدا شد که در این ویدیو گفته می شود که دادر نظرباєv سخت بیمار بوده با بچه معیوبی حرکت می کند. 4 نوامبر سال 2023 رسانه های قزاقستان خبر دادند که دادر نظرباєv را در بیمارستان مرکزی کلینیکی شهر الماتا بستری کردند. برخی رسانه ها نوشتند که بولات نظرباєv را در پی سکته قلب تکراری به اینجا آوردند. بعدا گزارش شده بود که احوال او بدتر شده است و گرده هایش کار نمی کنند. نورسلطان نظرباєv که تابستان امسال سن 83 را پر کرد، از سال 1989 تا سال 2019 قریب 30 سال رهبر اول قزاقستان، جمهوری پساشوروی از لحاظ قلمرو از همه بزرگ و از لحاظ مدنی های طبیعی از همه بای آسیای مرکزی را در دست داشت. در عهد او خویش و تبار سرشمارش با شمول هر سه دختر و دامادها و خودهایش، برادران و جیانهایش و دیگر خویشاوندانش ثروت‌های انگفت جمع آورده، برخیش مولتی میلیونر و برخیش تا میلیاردر شدند. بعد از خانواده های نظرباєv رو تافتن مرغ اقبال، یعنی بعد تحت فشار حکومت پرزیدنت کنونی توقایف قرار گرفتن آنها، بولات نظرباєv نیز خیلی از ثروت و دارایی خود را از دست داد. از جمله دادر نظرباєv را مجبور کردند که 32% سهمیه های کارخانه دولتی ماشین های وزنین الماتا، بزرگترین بازار الماتا، بریز 4 و قریب 300,000 گکتار زمین های کشاورزی، از جمله 239,000 گکتار زمین در ولایت منقشلاق در غرب قزاقستان و 60,000 گکتار زمین دیگر در ولایت جنبول در جنوب این کشور را به دولت برگرداند.